سلام بچه‌ها، من تکستر هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه برابکس. آقا داخل این ویدیو قراره بریم بابا عد نده دیگه. داخل این ویدیو قراره بریم با هم آفر جدید، البته جدید که نه، یه 4 روزی هست که وارد گیم شده و من منتظر بودم آفر $1 چیزی بیاد، متاسفانه نیومد و کسایی که توی چنل تلگراممون عضو هستن قضیهشو میدونن و نمیدونم واقعا. بریم آفر جدید، حالا تقریبا میشه گفت جدید دیگه بچه دیگه. و قبل از شروع لایک کامنت سابسکرایب چنلم فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب بچه با یه دنس ویدیو رو شروع میکنیم و عرض کنم که وارد آفر میشیم. یه دونه ست بسیار مزخرفی داره بچه. من اولین اسپین متاسفانه حالا همینجور زدم 89% خورد و حالا امپی ترپ هم میخوام بدم بره لول 5. دنس اینو رو هم بگیرم، اگه شد این ست هم بگیرم که احتمال زیاد میشه. و عرض کنم که یه دونه واسه از اینجا نگاه کنیم، یه دونه اینو داره که واقعا به درد نمیخوره، واقعا مزخرفه. ست دخترانش خیلی بهتره ولی این چیه دیگه. یه دونه دنس اسپایدرمن داره و 40 تا هم باکس گان. این یخم من اگه تونستم میگیرم چون اکانتم یخ نیازه. چرت و پرت هم داره دیگه، مثلا این و حالا اینم 100 میگیرم و عرض کنم که اینا که چیزا چرت و پرتی هن. و آقا بریم. اول از همه ببین میخوام این دنس اسپایدرمن رو بگیرم چون با 9 جیم که طبیعتا ست اصلی رو میگیریم، با 79 69 هم باکس گانو میگیریم. اول از همه اینو بگیریم. بله خب یه دونه دیگه بذار، امیدوارم درصد بالایی بخورم که حاجی خیلی شانس این آفر بالاست. رفرش کنم اون دنس رو هم، امیدوارم بیاد و بگیریم. بیا لطفاً بیا، خواهش آها ببین عشقی واقعا. اینم گرفتیم بچه ها و عرض کنم که بریم برای درصد بعدی. حاجی خیلی آفر شانسش بالاست. حالا من ویدیو میسترینا رو نگاه میکردم، واقعا شانسش بالاست. با 9 جیم بچه ها، با 9 بذار یه شات، اصلا ایرانی نیست شات نگیری، اینو بهت بگم. شات بگیر دیگه. خب دوستان کلا ول کنید، شات نگرفت، اینجا شات میگیریم. شات بگیر حاجی، گوشیم خداست، چه عجب. خب آقا اینو باز نمی کنیم فعلا و یه درصد دیگه بعدی. حالا چرت و پرتم ولی خب باکس گون 69 بخور، 79 خورد حاجی. وایس میخوام باکس 10 تایی بگیرم، یه 10 تایی بیفت جونه داداش. آی دمت گرم واقعا، دمت گرم. خب اینم از این. یه اسپین دیگه و بازم 79 خورد حاجی، باورم نمیشه. یه 10 تایی آی ببین هرچی بگم واقعا میافته. اینم از این. حالا اینا هم اسپین میزنیم که 69 خورد، اشکال نداره، اینو میگیریم و واسه ببینم. خب اینم از این. واسه ببینم چند تا موند، 3 تا دیگه هست. یه اسپین دیگه 79 خورد، واقعا شانسش بالاست. من 10 تایی اوه نایس. خب ببین با این 79 من میخوام عرض کنم که یه رفرش بزنیم. واسه این 10 تایی بگیرم، 5 تایی بگیرم دیگه، خدا وکیلی بذار بگیرم. خب اینم از این و اسپین فول اسپین شد دیگه تقریبا میشه گفت. رفرش، یه باکس گان دیگه. هرچی بگم اتفاق میفته، واقعا درک نمی کنم. اینم از این و یه اسپین دیگه. یه درصد بالا بخور، دمت کرد. حالا بالا که نخوردی ولی آقا ببین به نظر من 79 کمه، این 8 تایی رو بگیریم. ببین مغزم کار میکنه. خب مغز آدم که کار کنه وایسا، یه درصد بالا بخور جان بچت.
بازم 79 خورد، اشکال نداره. و واسه ببینم دنس حاجی، دنس رمپیجم بگیریم خداییش حاجی. 136 تا میخورد، یکم فشار رو وارد میکنه حس میکنم. ببین منطقی باید باشیم. خب بذار یه 16 تایی بگیرم. صبر کن رو بگید چقدر خری، ولی خر نیستم الان. میخواد سپرایزمون کنه. بله ببین اصلا مغز پروفسور تو کامنت ها. خب دوستان برام مشکل فنی پیش اومد و برگشتم. ست چیه بابا، دنس رمپیجم بگیریم. و حاجی یخم میخوام، خدا وکیلی یه نوتایی باید بیفته دیگه. جمعم نمیرسه متاسفانه. بذار اینم بگیریم خداییش. اینم گیر حاجی، نوتایی بخور ست اصلی بگیرم. جانم بچت نیفتاد. اصلا از همینجا معلوم بود هیچ چیزی نمیشه واقعا گرفت. نه همه چی. 5 تا یه دونه باکسیگان نگرفتم. امیر خاک عالم تو سرت. یه چیز به درد بخوره ارزون داری بدی حاجی. یه 12 ریسک بازم میشه 9 تایی زده بچه ها. وایسا من دیگه نمیخوام باکس. خب 89 خورد بازم خوبه، ولی متاسفانه هیچی نمیتونیم بگیریم. ولی اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون من هفتگیامو جمع میکنم راحت میگیرم 5 تا دیگه رو هم. خب بچه ها همونطور که دیدید حدوداً 650 تا جم خرج شد. بریم ببینیم چه چیزایی گرفتیم. نفتورک ایرور دیگه چی میگه. 3 تا دنس خیلی 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 خفن و گاد واقعا خفنن. وایسا اینو میذارم به جای اینم میذارم به جای عرض کنم که این و اینم بذارم به جای این. نه آره اینجا چی گرفتیم؟ اینجا 24 تا نه هیچی نیست. 35 تا باکس گان، یه دونه از این که همینجا باز کن چرت و پرت. 4 تا دمت گرم بازم. اینا هم که هیچ آشغال قراره بده و فقط همینطوری خریدم که کمتر بیفته، ولی خب رکب خوردیم. 35 تا دارم. خب اول از همه یه 5 تا ببین همشو با هم باز نمی‌کنم. یه 6 تایی خورد. 35 تا خوبه. بالای 5 تا بده. رنج 5 بالا باشه خوبه. یه دونه 5 تا ببین 5 تا میده فقط. 4 تا 5 تا بیشتر بده. نه ول کن. یه 5 تایی دیگه 20 حاجی. نه نیستمش حاجی. 30 تا اینا بده. رنج 30 بده. 28 بازم بد نیست. یکی دیگه حاجی خیلی اینو بد داد. اینو خیلی یه دونه واسه چی واقعا افتضاحه. 8 تا 40 تا خوبه حاجی خوبه. واسه 272 فکر کنم گرفتیم. نه واسه اینم باز کنیم. حالا با این ترینینگ هم بریم تست کنیم. 272 تا دارم حاجی. واسه ببینم بله میشه. 260 تا میخواد. یه دونه این چیزه باز میشه با اینو. عرض کنم به خدمتتون که این بریم اونو ارتقا بدیم. و حاجی واقعا سوسیسه. من هدف این چه صدایی بود؟ هدف اصلیم اینه که بدم و 400 تا میخواد. آقا بریم برا ببینم بجز این نه چیزی نداره. بریم برای اینم اسپی میزنیم که مطمئنم هیچی قرار نیست بده. یه دونه دمت گرم اسکیم نمیخوام بکنم این دفعه. بزنه این 3 تا بده که آره 100 میده. زارت خاص نمیده. خب بابا این چیه خدا وکیلی؟ حداقل لباس، حداقل کلاهشو بده مشتی. خب آقا کل چیزایی که گرفتیم، یه دونه این دنس میگم آجی،
یه دونه این ست هست، یه دونه هم امپیو دادیم رفت 5. دنس روح، رمپیج، این یارو اسپایدرمن. بریم تو ترینینگ تست کنیم، امیدوارم که لگ نخورم. خب بچه من دیگه کل محتویات تو یه چی میگمش، حالا یه کادر دیگه. یه دونه این دنسه که خیلی خفنه، یه دونه دنس رمپیج، عرض کنم که دنس روح خیلی خفنی. آقا واسه اینجا تست کنم. لگ میده، برم داخل ترینینگ مثل سگ لگ میده. مثلا اینجا نه، اینجا نمیشه حاجی. فقط این اون آبی که بهش میخوره مشخصه که خیلی خوشگله. دقیقا یک کیل بزنیم که عرض کنم به خدمتون که آها واسه کوچ گیب شد یارو. پینگ ایران. نگاه واقعا خوشگله دیگه. همتون اگه ترابو داشته باشید دیگه من برای چی دارم زور میکنم؟ اکثرتون فالو اکانت داشته باشید 10 بار دیدید دیگه. حالا اومدیم یه تست کنیم که خیلی خوشگل و خفنه. خب بچه ها اینم از ویدیوی امروزمون بود. این دنس اسپایدرمنم تقدیم به کسایی که ویدیو رو لایک کردن. پس همین الان دکمه لایک رو بزن. دمت گرم و تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای.